بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اول کارت تاروت چی رو به ما نشون میده، بعدش میریم سراغ فال قهوه. خب یه نیت کن، یه تک نیت در کن. خب بسم الله. جواب میانه هست، خنثی‌ست، یعنی نه هست نه بله. از لحاظ سلامتی خیلی باید به سلامتی توجه کنی، اهمیت بدی و هی پشت گوش نندازی، هی بگی اشکال نداره یه سردرده، نه با من چشام همیشه اینطوری بودن. هست حالت خودت دلداری میدی، ولی بعضی وقتا بعضی چیزا واقعا نیاز دارن که مثلا بری پیش پزشک آزمایش بدی یا پیگیری کنی و خود سرانه مثلا دارو مصرف نکنی، هی مثلا مسکن. خب تا چقدر؟ روی کلیه، صفرا، کبد، معده، روی آرامش روانت تاثیر میذاره. پس به همین خاطر میگه از لحاظ سلامتی به خودت توجه کن و اینکه اگه در مورد نیت متفاوتی نیت کردی که میگه فعلا خنثی‌ست، یعنی جواب قطعی رو برای این موضوع نداده. اوکی؟ بریم برای فال قهوه. خب ببینیم خود قهوه. خبری که به صورت یکباره برات پیش میاد. چه چشمی اینجا افتاده، سنگینی، چکش، ضربه زدن، سیاهی. ببین انگار یه چیزی مثالت ببین ما فرشته مثبت داریم، فرشته منفی داریم، موکل مثبت داریم، موکل منفی داریم، جن مثبت داریم، جن منفی داریم، آدم خوب داریم، آدم بد داریم. یعنی ببین این حالتیه، طوری که روز داریم شب داریم، این حالتی. اوکی؟ حالا ما اینجا داریم یه چیز بد میبینیم. نگاه کن، انگار یه انسانی رو به این قولی، به این بزرگی رو داری یه انسانی رو خفت میکنه. چکشی که اینجا افتاده و داره هی ضربه میزنه، یعنی هی ضربه. دقیقا نمیدونی دلیلش چیه، ولی دقیقا از چشم درشت. ببین اون شخص انگار داره آسه میاد توی زندگیت، یا داره پا میذاره توی زندگیت، یا اصلا پاشو گذاشته توی زندگیت، چون شناخت داره بهت، چون میدونه کی هستی، چی هستی، چطوری هستی، و به صورت اینکه خیلی مهربونه، خیلی خوبه، خیلی به توجه میکنه. و حتی اگه با کسی در ارتباط نباشی، راههایی هستن که انرژیشون رو به سمتت بفرستن. و همین خاطر این سنگینی داره به ما نشون میده که یکم چایی بخورم گلوم خوش شد. خب ببین این شخص کاملا آشنایی داره بهت و میدونه دقیقاً چه جوری ضربه رو بزنه. ببین همیشه نیاز نیست یکی بیاد بگه من از تو متنفرم، بهت حسادت دارم، ازت خوشم نمیاد، یا تو خیلی از من بالاتری، تو خیلی از من بهتری. چون حسادت ها یعنی این که اون طرف به تو حسادت میکنه چجوریه؟ دیدیه که حتی دوست داره ازت لباس برداره، ازت لباس بپوشه. حالا مثلا فکر میکنی چون تو تمیزی، مرتبی، مثلا ازت لباس برمیداره، یا اینکه مثلا لباست شیکه که از لباست خوشش میاد. نه، فرد حسود دو حالت داره، یا کلا دوست داره نیست باشی، یعنی توی این دنیا اصلا زندگی نکنی، کلا نابود بشی، یا اینکه دوست داره همه چیزت رو داشته باشه. مثلا میخوای خونت رو بفروشی، یعنی اگه تواناییشو داشته باشه خونت رو میخره. اگه میخوای مثلا چند تا از وسایل خونت رو بفروشی، دوست داره وسایل خونت رو بخره، یعنی دوست داره زندگی تو رو داشته باشه. یعنی اگه بتونه هم قشنگ وجودش رو میذاره توی جسم و ظاهر تو، توی درون تو زندگی میکنه. این از حسادت ها. حسادت ها متفاوتن دوستان، نه اینکه باید حتما نشون بده از تو متنفره. بعضی اینقدر با تو یعنی مهربونن، خوبن، ولی از درون داره میترکه اون شخص. زن و مردم نداره حسادت. فکر نکن فقط یعنی توی زنها هست و اینا، نه اصلا ربطی نداره. انسان یعنی مردا انسان نیستن یا زنها انسان نیستن، نه به جنسیت خاصی نیست حسادت. و دقیقاً این خب داره این چیز رو نشون میده. ممکنه توی خیلی چیزها الان توی بنبست هستی، گره داره و تو فکر میکنی طلسمه، اصلا طلسم نیست، چشم زخمه. چشم زخم هم حالتهای خاصش رو داره. ببین خودش چشم زخم هم خودش انرژی موکل خاص رو داره، موکل خاص داره اصلا انرژی چشم زخم. من خودم برای مشتری پرسش با شاغول انجام دادم و قشنگ نشون داد طلسم داره، روی چاکرای دوم و چهارمش تاثیر گذاشته بود، موکل یعنی خونه نشینی کرده بودن توی چاکراهاش، آسیبش رسونده بودن و باید باطلش میکرد.
چون طلسمه. ولی راهکاری که شاغول داد این نبود که من بتونم براش کاری بکنم چون هست جاهایی که خود شاغول انتخاب میکنه، یعنی توسط من الهام انجام داده میشه، توسط یه شخص متفاوت انجام داده میشه، توسط الوهیت برتری انجام داده میشه. لینک های خیلی متفاوتی داره و دقیقا برای این آقا باطلیش توسط خودش بود. یه دستوری داده بود شاغول بهش و بهش گفته بود تو از این طریق میتونی طلسم تو باطل کنی. یعنی آقا که براش انجام دادم فقط هزینه پرسش با شاغول رو پرداخت کرده بود و دقیقا شاغول به من گفت اینو باید بهش بگی و دقیقا بهش گفتم که باید این راهکارا رو ادامه بده که انشالله بیاری خدا به اذن خدا و همکاری خودش با شاغول این کار رو انجام بده و باطل کنه طلسم، چون طلسم اونو توی خونه‌اش حبس کرده بود و دقیقا راهکاری که داد باید این کار رو انجام بده که باطل بشه. کلا شاغول دوستان خیلی چیز متافیزیکی خاصیه، خیلی مثلا مهمه، خیلی ازش اطلاع ندارم، با اینکه شاغول ابن سینا مربوط به خود ما ایرانی هست ولی خیلی مخفیه. طوری که مثلا کشورهای خارجه از خود شاغول اطلاع دارن، من میتونم راحت بگم ما ایرانی ازش اطلاع نداریم. یعنی من تا جایی که خودم آموزشش رو ندیده بودم هیچ اطلاعی از شاغول نداشتم و فکر میکنم فقط با یه تکون دادن آدم ها مثلا میتونستن طلا رو پیدا کنن، میتونستن آب یا چاه رو پیدا کنن، ولی متوجه شدم دقیقا شاغول خیلی پرسش ها رو به ما جواب میده. اصلا بهت بگم یه کلیده، یه راهگشاست، دقیقا اینو به ما میده توسط انرژی الهی. خیلی خیلی مهمه دوستان. بعد در مورد همین قضیه شاغول دیگه بهش گفتم این راهکار موضوعته. حالا بعضیا مثلا خودشون طلسم دارن، حالا ببین تو فکر کن زندگیش پر جنه، پر موکل شده، بعد میره پیش دعانویسه بهش میگه برام باطلش کن. باطلیش چطوریه؟ از لحاظ ورد سلیمانی و مثلا افراد خبره استفاده نمیشه، چون افراد خبره اصلا باطلی رو اینطوری انجام نمیدن، با دعا، با راهکار. اصلا بعضیشون میرن توی کویر، توی جاهای باز اون کارا رو انجام میدن که اونا میگم دست افراد دیگه است، اصلا یه چیز خاصیه که بهش میگن جنگیری، بازم خیلی متفاوته. و انشالله که اکثرا به دور باشن از این قضیه جنگیری، چون خیلی دردناکه، خیلی بده و انشالله هم دست فرد صالح بیفته و اون کار رو انجام بده، چون خیلی بده، خیلی. بعد این قضیه که دارم توضیحشو میدم خودش درد داره، مشکل داره، زندگیش برو موکله، بالا پایین شده، زندگیش ورشکست شده، نابود شده. میره پیش دعانویس میاد یه دعا این حالتی، اینو بخور، اونو بسوزون، اینو دفع کن، اینو چال کن، نمیدونم چی، اینو ذبح کن، این پولو بده، اون کارو انجام بده. یه خیلی خیلی اصلا دنگ داره این قضیه. بعد بازم بهش این دعا رو میده، بهش میگه نگهش دار تو خونه و اینا. خب پرو موکل دیگه. حالا موکل مثبت منفی نداریم، تو داری موکلین رو وارد زندگیت میکنی، تو خونت قرارشون میدی، توی وجودت رخنه میکنن. آقا موکل زندگیش توی دنیای خودشه، انسان توی دنیای خودشه. نکنید این کار رو، خیلی بده دوستان. اصلا این موکل نکنید خودتون رو، نترکونید خودتون رو. اینطوری میتونم فقط بهتون بگم. دنبال نور باشید، دنبال هدف باشید، دنبال راهکار باشید، دنبال اصول باشید. آقا با آگاهی بپرسید، چه اشکالی داره؟ بپرسید. حس خوبی گرفتی اون کار رو انجام بده. حس واقعی با احساس خیلی فرق میکنه. حس یعنی از درونه، یعنی درونت، نورت، روحت، خدای درونت داره با تو حرف میزنه. شما رو به خدای نور میسپارم. خدا نگهدار.